عرض سلام و خسته نباشید خدمت کاربرای محترم پیج شیرازیای باحال. شاهین هستم به همراه هامون دوستم و خانم مهربونش. ساعت 11:05 امروز 8 شهریور 1393 با گزارش بیجه از منطقه ابیوردی هم پلوردی خودمون در خدمتتون هستیم. خیابون دانشگاه رو میریم بالو، سعی میکنیم از قبرستون ارمنیا بیایم پایین. بنگرید. توی تک تک فنجونای قهوه فال من یا اگه کم میوردم آخرین قطعه پازلم بودی که پای هم بودیم و میدونستم با دلم جوری ولی الان دیگه کاملا دوری و میگذره بی تو این تایم مجموعی و بگو چی کار میکردی جای من بودی. هنو سرک میکشی تو کارام که چجور میگذرونم فصلا رو اصلا داری خبر تو از حالم از من موفقم فکر نکن. بچه ها در خوابگاه دانشگاه شیراز هستیم. حالا کم و بیش الان میریم پیششون و صداشون میزنن ببین چی جوری بیرزن بیرون. عربده میزنن ها، یعنی اینا دانشجو هن. حال نگاه با فاز دوم فیلم برداریمون در خدمتتون هستیم. بام شیراز هستیم. ایبر تا چیش کار میکنه شهر رو میبینید. البته اینجا میشه رو سمت دروازه قرآن و باب کوهی هم تقریبا از اینجا پیدان. ببینید تا بریم سراغ کوچ پس کوچا. فعلا بای بای. یکی رو دوست داشتم، بعد هر وقت باش میمادم بام شیراز قطعا هم بهش حسودی میشد هم باش دعوام میشد. دلیلش میدونه چیه؟ چون که کلی آدم تو این شهر از راه دور بهش چشمک میزدن تا من فکر میکنم که دوست داشتن که او رو داشته باشن و من همیشه به این چشمک هایی که این شهر با اون کسی که دوستش داشتن میزدن حسودی میشد. آخر هم اون چشمک ها کار دستمون دادن.
تک فنجونای قهوه فال من یا اگه کم میوردم آخری قطعه پازلم بودی که پای هم بودی و میدونستم با دلم جوریه ولی الان دیگه کاملا دوری و میگذره بی تو این تایم من بودی و بگو چی کار میکردی جای من بودی همین سرک میکشی تو کارام که چجور میگذرونم فصلار اصلا داری خبر تو اصحالم از من موفقم فکر نکن توی منو اسب و فلج کرد ولی خب سخت زندگی وقتی که فردا برم کرد من دیروز اگه باختم فردا برم کرد C'est ta vie que je détruirai, ce sont mes voix que je trahirai, en restant auprès de toi, même si je n'aime que toi. Now I am so alone and on my own, wondering how I can go on without you in my room. Now I go around and see, hear the cries of ecstasy, and I want to scream out loud, I love you, but you won't know. نه بی‌انگیزه بودم نه که ترسیده بودم ولی از اولم من فهمیده بودم که با تو بودم حالا ضریب ریسکش بذار بگم حالا که بینمون دیگه غریبه نیستش تو برو بعضی وقتا باید بد بود خوب بودن مرامه میدونی که دیگه وظیفه نیستش قلب آدمو معلوم نمیکنه توش چی دارم منم واسه همین با هیچ کسی یخ نمیشم و جوش میارم بعد تو ای بای هر کسی رو سری بری باز در خدمتتون خواهیم بود. خب با سکانس 4 در خدمتتون هستیم. داریم میریم یه جای خوبی. میخوام دوباره با تو بشینم روی یه نیمکت گم بشم تو روی هامون باز کناره گرم صحبت با صدا تارون شه قلبم بگی از فردای روشن بگی هیچ کس رو نمیخواد دنیا به جز من منتظرم نزار من همون جای همیشه تنها بشستم میدونم میاد خب ما رسیدیم تقریبا نزدیک خوابگاه. میخوام داد بزنم ببینید چند تا جواب میگیرم. امتحان کنیم آقا؟ امتحان کنیم. امتحان کنیم. بگی بیرون سنم کسی ها قبلا که داد بجا کسی بیداره؟ ای والله چاکریم آقا. بچه کجایی؟ فکر کنم هیچ کدومشون نمیدونم. فکر کنم آدم شده. آقا کسی فرمونی کاری چیزی؟ همشون تو چورتن حاجی. همه فکر کنم بس. هر وقت میام اینجا باهاشون حرف میزنم. روز برفی اومده بودم اینجا نمیدونی ها به یکیش گفتم برام بخون نشسته تو پنجره با گیتار داریوش برام میخون فیلمش دارم خیلی عالی هستن اینا رد داد تعطیل ازم موضوعتون داریم به یکی از قشنگترین نقاط این منطقه میرسیم من خیلی دوستش دارم ماشاءالله شلوغم هست و نمیتونیم وایسیم فکر کنم با توجه به ای که خب متاسفانه جای قشنگ ماجرا ما نرسیدیم. این دیوارو میبینین؟ این دیوارو شهرداری کشید از بس که این زمین اینجا که از غذا خیلی هم عمیق بود شده بود پاتوق برای جوانایی که میمدن وایسا. البته جلوتر هم یه جای هست که خیلی چشمانداز زیبایی داره میتونیم بریم ببینیم رفلکس پوستی او را ببینیم. ای جان من یه جای خوبی دیدم
فهمیدی راز چشا چجوری برام ملا شده. خب اینجا در واقع این خیابونی که دارید میبینید خیابون زرگریه. اون تقاطع اون پل خوشگله چراغ نارنجی یه ذره بیشتر زوم کن. این پل ستارخانه که فکر میکنم هیچ حدود 5 ساعت پیش افتتاح شد بالاخره. و اینجا شیراز، شهر زیبای من، جای همه اونایی که نیستن خالیه. دوستتون داریم. 3 2 1 سکانس آخر. خب اینجا یکی از مشهورترین هاست. حالا میریم پایین میفهمید کجا. نور بالا رو روشن کنم. میدونی احساسم تو رو نشون میده تموم دنیامو غمت تکون میده. تو هم شبیه من یه آرزو داری که سهم تو باشم تو خواب و بیداری. من یه ذره اینجا خلاف گیرم. حالا باز یقه منو میگیرید. هتل چمران رو میتونید از اینجا ببینید. آمون جا میتونید زوم کنی؟ خیلی زیاد شد نشد؟ خوبه. ما سر اون دوراهی رسیدیم الان. این باید بگیرید ماشاءالله نگاه ساعت 12 شب شهر چقدر زندن. الان نزدیک آرامگاه اقلیت شیراز هستیم. دوستان عزیز ارمنی و مسیحیت و زرتشت شیراز که حالا آرامگاهشون نزدیک است. و حالا وارد چمران میشیم. تا پای هتل چمران در خدمتتون. چمران عزیز با این گریه نبودن ها تو بشمارم که نیستی به دسته به سرزنده ترین شهر ایران از راه دور خوش آمدید. ماشاءالله ساعت 12 شب اوایل هفته هم هست. ببینید ماشاءالله جا پارک نیست و هتل چمران و چمران زیبا در شب. دوستتون داریم. یکی نه 1000 تا مجازی های دوست داشتنی. من از طرف آمون و خانم مهربونه برای شما آرزوی خوشبختی میکنم. هر جا هستید سالم و تندرست باشید. با سلامی دیگر، خدا نگهدار.